پره چاف، بلاگ ماهیگیری چاف لنگرود تا هر بلاگ با ما همراه باشید. چیزا بنیاد غلاغی حال خود تقریبی یک دارم مجبورم بمونم تا 2 ساعت دیگه بشه. گفت که ولی الان داره میکشه، اینو میبینیم که اقالی تبتی چنده؟ سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. مرتضی هستم. امروز اومدیم یه ولاگ جذاب و دیدنی بگیریم از پره ماهی شهر چاپ. چون توضیحات داشت ممکن بود موقع ادیت یادم بره، توضیحات رو از رو فیلم براتون، حالا صداش هم یکم ادیت میکنم که واضح تر بشینید. اینجا پره چافه، شهرستان لنگرود، شهر چاف. اینم که میبینید تراکتوره، الان پره رو پهن کردن. پره یا همون تور ماهیگیری بهش میگن که ماهی ها رو باش صید میکنن. تقریبا از نیمه دوم فروردین پره ها تعطیل میشن تا اواسط مهر ماه به خاطر فصل تخم‌ریزی. از 15 مهر ماه شروع میکنن دوباره به کار. هر شهر ساحلی تقریبا حداقل یه پره رو داره. الان شهر چاپ 3 تا پره داره. این پره خود شهر چاپه. یعنی شما بیاین شهر چاپ سر چهارراه میدونش به سمت ساحل بیاین، یه 200 متر جلوتر این پره اسمش چاپه. پره رو هر 4 ساعت 3 ساعت میکشن. اول تو رو میبرن با تراکتور وسط یا با قایق میبرن دور، با این قایق‌ها میبرن دور ول میکنن، بعد با این تراکتورها نم نم پلاو میکشن. چون با قلاب گرفتن و تور و خلاصه صرف نمیکنه. نه پرسنل زحمت میکشن، نه باید یه چیز بزرگ باشه. تا خاطر این بهش میگن پره یا همون تور. بعدش حالا موقع کشیدن پره هم براتون فیلم میگیرم. اینا منتظرن که فیلم بگیرم. پره رو که میکشن ماهی ها رو جمع میکنن. الان به خاطر اینکه هوا هنوز گرمه، هنوز سرد نشده، ماهی سفید نمیاد کنار ساحل. تعداد ماهی کفال بیشتره. مثلا این ماهی که الان صید میشه بیشتر کفاله، ماهی سفید نیست. داشتم براتون توضیح میدادم این ماه پره رو. گفت تقریبا ساعت هم گفت 2 ساعت دیگه میکشن. من مجبورم بمونم تا 2 ساعت دیگه بشه. گفت که نه نمیگفت، کلا میگه والشون ماهی پره جمع میکنن. هر پره توی بازار ماهی اون شهر یه غرفه داره. اسمش یادم میاد، مغازه اسمش خاص. حالا یاد مونده این مغازه است که ماهی رو میرن اونجا خالی میکنن. حالا بر اساس نوع ماهی و سایزش اینا تقسیم بندی میکنن. بعد شروع میکنن به چوب زدن یا هم مزایده که فیلمشو قبلا گذاشتیم. اگه امروز باشم براتون باز دوباره فیلمشو میذارم که کشف قیمت بشه. حالا میگم بستگی به سایزش و تعدادش و بعضی شهرها فقط بازاریا میتونن بخرن، یعنی با کسایی که اون بازار هستن اونا میتونن قیمت بدن بخرن. بعضیا مردم عادی هم میتونن اونجا، بستگی میگم به روال اون بازارش داره. اسمش تعاونی بهش میگن، مغازه تعاونی. بستگی به اون روال چیز داره. مثلا شما اگه فرد عادی باشی میتونی قیمت بدی یا منتظر وایسی این مغازه رو بخره، شما با یه درصد سود بهش ماهی رو ازش بگیری. ماهی پره حق نداره ماهی رو مستقیم بفروشه. حداقل تا جایی که من میدونم باید حتما بیار تو بازار عرضه کنه. قانون شیلات، اینا از نظر شیلات کار میکنن که این بورس کالا دیگه. بعد بستگی به فصلش و روز دریا و مثلا امروز میگه دیروز طوفانی بود صید نشده، یعنی ماهی دیروز کم بوده. به طب ماهی کم باشه، تقاضا زیاد باشه، از این من براتون بگیرم
ماهی کم باشه تقاضا زیاد باشه قیمت ماهی میره بالا. اگه مثلا دریا خوب باشه ماهی فراوون باشه یا پره رو بکشن مشخص میشه. زیاد باشه مشتری اون روز کم باشه خب قیمت به تبع کمتره دیگه، هم مغازه کمتر میده ماهی فراوان تره. این مثلا همین بعضی روزا میگن قیمت ماهی اینجوره، بعضی روزا یه جور دیگه است. ماهی مثلا میگن نرخ روزه، ماهی پرورشی نه، ماهی صید دریا اینجوریه. بعد ماهی سفید الان چون صیدش کمه یه خورده قیمتش گرونه، بهش میگن مهرماه شروع شده، چون مثلا توی پره میکشن تعداد ماهی سفید میاد کمه، واسه همین میشه نوبری تقریبا کمه. نزدیک عید که میشه ماهی سفید فراوان‌تر میشه، هوا که سردتره ماهی سفید بیشتر میاد سمت ساحل، اون موقع خب بهتر ماهی سفید گرونتره که ارزونتره. ولی خب در کل ماهی سفید نسبت به کفال خب گرونتره، کفال ارزونتره. مشتریش الان بازارا رو ولاگاشو دیده باشین، چیزی که من دیدم همون بیشتر ماهی پرورشی مردم میخورن. اون واقعا قیمتش مثلا یه ماهی سفید متوسط الان مثلا 9 تومن پولشه، 900 تومن، واقعا گرونه. مردم هم واقعا براشون سخته. این توضیحاتو گفتم اول ولاگ بدم که من یادم رفت دیگه شما محروم نباشین. با سوال چیزی بود بگین من براتون بنویسم. من اینجا منتظرم تا پره رو بکشم براتون فیلم بگیرم بازم. امروز هم پنجشنبه تقریبا 6 آذر ماه باشه، ساعتم 10:20 ایناست. یه 20 دقیقه الان نشستم، این آقا این پرسنل اینجاست توضیح داد بهم میخوام راننده تراکتوره. من چند تا پره رفتم، خیلی آدمای خوبی ان، واقعا مهمون نواز مهربونن، همشون توضیح کامل در سوال میخواین جواب میدن. ولاگ پره دستک هم براتون گذاشتم تو چیز، اگه یادم باشه لینکش براتون زیر میذارم، اونم قشنگه، دوست داشتین اونم نگاه کنون. بازار ماهی دستک، روستای دستک کیاشهر، جزء فیلمای تاپ ما بود، دوست داشتین اونم نگاه کنین. واقعا من که پره میام خودم کیف میکنم، یه حال هوای باحالی داره. من گفتم این توضیحات هم بدم بهتون شما لذت ببرید. با ما همراه باشید تا ما شروع کنیم به این پره رو کشیدن. من 2 ساعت اینجا باید بشیم. مرحله اول رو براتون فیلم نگرفتم که این اینه تو رو توی این قایق میذارن میبرن دور پهن میکنن، ولش میکنن. ولی الان داره میکشه، اینو میبینید تو فیلم که داره نم میکشه، اونا دارن تنابا رو جمع میکنن که تو رو از چیز نم بیارن و با سرعت کم زمان میبره. خودش دستا داره میکشه تور از دور، تور به صورت اینجوری دو طرفه تور وسطش اینجا میبینی، یه دونه هم اونجاست، یه دونه تراکتور هم اونجاست. تور رو از 2 طرف میکشن میارن کنار ساحل جمعش میکنن. تقریبا 1.5 ساعت اینجا منتظر بودیم، با این آقا سید صحبت کردیم که اطلاعات گرفتیم. الان 11:37 اصلا تقریبا 1.5 ساعت من منتظریم، هنوز کامل پره در نیومده. چیز جالبی گفتن که مثلا این تراکتور 2.5 سهم، مثلا کسی که چیز رو میکشه 1.5 سهم، یا مثلا کارگرای ساده که ماهی رو جمع میکنن 1 سهم. خب ماهی رو که جمع میکنیم میبرن که اون تعاونی قیمت گذاری میشه، نهایتش مثلا یه مبلغی میشه. این مبلغش مثلا میگه 30-40% خود اون تعاونی بابت هزینه‌ای که کرده برمیداره. مثلا تور خریده، نمیدونم تناب گرفته اون اول فصل، 40% مثلا خودش برمیداره، 60% هم بین کارکنای اینجا تقسیم میشه. البته بعد از مثلا پول گازیول و نمیدونم یه سری مخارج خود همینه، جایی که شبان روزی میمونم، پول برق و نمیدونم مثلا تعمیر تراکتور، لاستیک، اینا رو بقیه‌شون بینشون تقسیم میشه. و اینکه میگه برای نهار، حالا اگه اجازه بدن نهارم براتون فیلم میگیرم که مثلا هر یه ماهی به سهم یه نفره، مثلا چند تا اتاقک کنار هم، مثلا 4 نفر 4 تا ماهی، یا مثلا 3 تا یا 2 تا ماهی سفید بابت نهار بهشون میدن که مثلا خودشون صاف میکنن با برنج میخورن. این صدفه زیبان
تقدیم به شما که صنف‌های جنوب اینقدر بودن پیچیدن. گفتم اطلاعات بدم شاید براتون جالب بود. برای من که جالب بود، نمی‌دونستم. یعنی اینا خودشون اینجا سهام دارن در واقع کارخونه. میگم مثلا 6 ماه اول سال کشاورزی برنج و هندوانه، بعد 6 ماه دوم میان صیادی. این ابرای خوشگل هم تقدیم به شما. بعد یه نکته دیگه هم یادم رفت بهتون بگم، این که پره میگه تقریبا 6-7 صبح ما پره رو میذاریم، هر 3-4 ساعت میکشن پهن میکنن، یکم میمونه تا بکشن، مثلا 7 تا گره ماننده تا اون چیز بیاد 6-7 تا طول میکشه. بعدش معمولا میگه تا 10-11 شب اگه ماهی باز بیاد بیرون تا 11 شب، یک شب. بعد گفتم خواستین بیان یه جوری مثلا از 7 400 شما تقسیم بندی کنین، 7 مثلا میشه 7 تا 4 میشه 11 به 12 میشه 4 5. اینا مثلا می‌خواستیم بیاین جمع شدن پره رو ببینید، از اینجور تایم بندیه و تقریبا تایم پره همه همین جوریه، همین هولوش. مثلا 10 مثل من بیاین اول نیست، باید منتظر وایسین. اگه هولوش 12-11 اینا بیاین احتمالی که ببینین خیلی بیشتر. تقریبا 2 ساعت شده، 12 و 11 دقیقه است. این پرسنل زحمتکش هم اومدن. یه قایق میره رفت پشت اون پره، همین قایقه رو شما راه دور ببینید. اینجا از پشت پره مواظبت میکنه که پره به جای گیر نکنه، اینا دارن میکشن پاره نشه. بعد یادم باید بگم این تقریبا 3 کیلومتر پره رو از ساحل دور میکنن، میخوان پهن کنن، واسه همین طول میکشه جمع کردن. 3 کیلومتر، حدود 3 کیلومتر. اینا منتظرن پره بیاد کنار ساحل که کمک کنن جمعش کنن. حالا منتظریم تا پره بیاد. دسته هموطن با سلیقه ولی اما بیشور. من نمیدونم چی بگم. هدف مقصود میشه با سلیقه ولی بیشور. منتظر این کارشون به خود جا به جا کردم یه تو رو جمع. ساعت 12:40 است. من یه دیگه پره مشخص شد، من دیدین یا نه؟ اینجا خانواده دارم تفریح میکنم، بهشون میگم بریم اونورتر بیشتر میکنم. اون قایقم که آفته بودم دیگه میتونم هم حال تفریح هم باید جمع کنم. این برم اون سمت پره است که تراکتورها دارم پره مشخص شد دیگه تقریبا. این پره رو از دو طرف میکشن، ماهی رو میارن بیرون. اون پای 20 دقیقه دیگه بتونیم ماهی ها رو ببریم. به اینو گفتم دو وای نیست. اینجا پره رو دارن جمع میکنن، یا کنی از چیز زده بیرون، حالی با دست دونه دونه جمع میکنن تو اون یدکش تراکتور بهش میگن، دقیق نمیدونم. اون میزنن که برای سری بعد ببرن دوباره پهنش کنن. این چند نفر نیرو اون زحمت میکنن جمع. الان پره است، تور مشخصه، دارن جمعش میکنن. چند نفری میچینن توی پشت اون یدکش تراکتور که دفعه بعد دوباره بعد از تمام شدن دوباره برن پهنش کنن. تقریبا یه رو 20 دقیقه دیگه پره باید جمع. از اون طرف دارن جمع میکنن، یعنی دو نفرم اونجا هستن. اون تور سنگینه، هر چند تا میره اونجا یه آقای از گره میزنه، پشت تراکتور میبنده، میکشه میاره کنار سایه بری که تور بتونن جمعش کنن. تور تو آب سنگینه دیگه، آب خیلی بزرگ هم اونو الان میره پشت اون آقا گره زده کنن. اون یدکش میبنده اینجوری میاره.
دو سه تا نکته یادم اومد یا به ذهنم رسید بهتر بگم. اینکه این بنده خدا خیلی زحمت میکشن. الان ساعت تقریبا 12:50 است. شاید یک نگاه نکردم گوشی رو. الان هوا یه خورده خنکه. این زمستون سرد باشه با این سرما میان تو آب ماهی میگیرن. من دارم جمع میکنم رو زمین. دوم که به این ماهیایی که تو تور گیری کردن آدم فکر میکنه به هر حال ناراحت میشه دیگه. هر چقدر واسه خوردن ما و با اشتها بخوریم و اینا به هر حال دیدن کشته شدن حیوانات دیگه خود ناراحت کننده است. و یه نکته دیگه یه پرنده ای هست کنار اون قایق نمیدونم دید داره یا نه قهوه‌ای رنگه. محلیای اسمی گفت حالی تو اومده تو اون تور میدونه. یکی هم اونجا داره پرواز میکنه. یکی اونجاست یکی هم نشسته داره میخوره. یکی هم فکر کنم اونجاست من نمیدونم. سه تا اینجا مایه بزرگ هم میخوره. خیلی هم بلند شد پر اشتها میگه رو تور میشینه اون بند و تناب تور مایه درشت رو که بخوام بپرن اونا رو میگیره میخوره. به حال الان یه حجم زیاد ماهی توی فضای کمی هست قشنگ راحت لقمه آماده. ماهی خار بهش فکر کنم گفت یه چیز دیگه گفت محلی گفتم شاید جالب بدونیم. اینم همینجور دارم میان اینقدر تقریبا اینجا باید به هم برسیم. اینا هم جمع میکنن اینجا یه پشت نمیدونم. چند تا نکته بگم. اینا شنیدم که اینجا ماهی گرونه دوستان. اینجا ماهی نمیفروشن. واسه فیلم برداری رو دیدم میخوایم بیایم ولی اینجا یه دونه ماهی هم نمیفروشن که بیایم ماهی بخریم. یارو میگم من اینجا چونه بزنم ارزون بگیرم. یکی میگم نه اینجا گرون میدن. اصلا میگم برای کسی ماهی نمیفروشه. اینجا فقط میگیرن با این جیپ میبرن توی تعاونی اونجا چوب میزنن میفروشن. تو سبد میام براتون فیلم میگیرم. یادتون نره اینجا به ماهی خریدم. اولین ماهی دیده شد یه آقای این تور گیر کرده. به نظرم کفاله. اولین ماهی که این تور دیدیم. دومی هم دیده شد. الان میخوان در بیارن. این حاصل تلاش تقریبا 10 اومدیم دیگه. الان ساعت 12:59 موندم براتون دارم فیلم میگیرم. امیدوارم که ادامه‌اش هم لذت ببرید. میخوام بریم بازار براتون چوب زدن اینا هم بگیرم. رو دارم مرحله آخر. اینا ماهی کفاله. یه دونه پرنده هم گرفت. یه پرنده هم گیر کرد. این توتور گیر کرده. این خفه شده توتور؟ نه این ماهی کفالی که کفال. یکی دیگه هم گیر کرده. اینم کفال. ماهی بندار اینا
دست درد نکنه. بابا. یه ماهی خودش اومد فایل. تمام شد. برو. آقا بشین. امین. بیا. امین. این مایزه هر که در اون گم برده میرن عزیزان هر که در اون گم برده اون اینقدر دوره میرشنه ماجرا رو جمع میکنم داخل همه کفار این مای سفید
بیا پس بشو پس برین عقب یه خورده برین عقب بزن این ماشینا میذارم میبرم برای سوپ زدن تو بازار. همین امروز از این همه زحمتی که دیدی نهایتش بکنم 5 تا صندوق از این زردای پر شده است. حالا میریم تو بازار ببینیم قیمت ها چجوریه، چون مای کم بود به نسبت حالا قیمت باز یکم بیاد. بریم با هم بازار اینم جمعیتی که دارم اینم بازار ماهی چاف شهید استوارپور. این بزرگ 2 تومن، این چند 1.800 گفتی؟ اونا 900 تومن. سید امروز ها؟ دست شما دارم. ماهی از پره میاد اینجا. اینجا چوب نالا. نه ماهی. سفید تقال بچه قاطیه. نه ماهی سفید. امروز فقط سفید. اصلا نشا سلامون بشه این زندیه آقای خورسندی چنده این سفیدا؟ اینا شده 1.300 قیمتش خوبه. قیمت نسبت به یه هفته پیش خیلی خوبه. هفته پیش من بودم فیلم گرفتم همین 1.500 به تومن هم نمیده. یه هفته پیش 2 تومن پولش بود، 2 تومن پولش نمیدادم. بود. یعنی ماده است. ماده است. ها؟ دوتا چند بود؟ دونه 1.300. این 2.500 هم پولش بود. الان از این خونه می‌خورده خدا شکر. کفال فقط میومد. آره کفال که یه هفته کسی نیست. مزه داره مزه ده؟ تو خوشانه کفال؟ خوشمزه است کفال. نه خوشم نمیشه من خوشم میاد. کفال داده این بیشتر اسم براشی کنه به نظر اشبال داره؟ ولی ریزه. آقای خوشندی سلامت بود دو غزنه آجی نه واسه همه یک. امروز پره آورد؟ نه این چند روزه دریا طوفانیه. طوفانی این مال سیاده زنده مال پری که او زندگی نمیره ولی این سیاد همه این سیاد زنده مایی بیته با قلاب میگیری یا تور نه میاد؟ با تور گرفتن رام میزن آها دار میزن میاد جونشون میذاره دام میذاره جونشون دریا طوفانی خطرناک چون میاد بشی الان ایدار بازید بنه که آقا خوب این آقا ماشین منو تازه بگه اسلام شهرش رو هر که آمدنی بگونه که خطری رو بگه چی کرسی؟ آقا جن زندگی کنی؟ خوره؟ سمتی؟ شغل چیست؟ یعنی شما مالک داری مالک
30 سال روش پیشه خدا رو شکر از دیروز ماهی سیدش خوبه. خدا رو شکر. یعنی دوران زابلی همه بخورن. ولی از اون باشه هم میکنه دیگه. زابلی باشه ماهی تازه. اشبال هم داره. اشبال خوشی. به قول آقا تقیی حال خود تقدیم درجه شد. 1. زحمت بجون زلم بکن که بنده خدا من گرفتار نبود. میدونم فرید جان. اینم تفاله. میگه امروز پره نیوردن دریا طوفانی بود. اینا رو صیاد دام گذاشتن. برای شما خواهید. سفید چند امروز بزرگ؟ سفیدا اینا دونه شده 2 تومن و 2300. اونا شدن دونه 100. 1,100. اینا شدن 1,600. اونجا دارم 450. این 450. امروز کفال هم داره. کفال کیلو چند؟ کفال هم دونه 150. دونه 150. دسته کفال نداشت. کفال خیلی کم. اینا پرست یا نه آزاده؟ اینا هم پره داره هم آزاد ولی زنده هستن دیگه. کانگولو خوله ها. دیگه زنده است. الان آوردن سیاره. امروز ارزون ها. اینو چون این ماهی یعنی اون هفته جمعه تمیز اون هفته جمعه 3,400 من اون هفته من اومدم من ماهی 3,400 الان شده 2 تومن 2. یعنی ماهی 2,400 دست الان شده چقدر 1,600. دست شما در نکنم. مرسی از توضیح کن. ماهی کفال بزرگ. نه موزان برو. کفال بزرگ دونی چنده؟ کفال بزرگ دونی چنده؟ مرسی. دونی 500 بنده. دونی 550. 600. 600. دست شما دارم. دست. من باز کنم. نه ماهی سفید عروس. اینجا بازار آزاد ماهی چافه که هم شهید استوارپور. اینجا معمولا ماهی آزادا میارن. نه ماهی سفید خوشگل. سلام، خسته نباشه. سید امروز آره؟ همه سید امروز. خدا برکت بده. امروز بازار خوبه. ماهی هنوز به اون بلوغ خودش نرسید. بیا آقا تقی هم که هست. ماهی نره سفید دریایی پشت سرش هم رخت دانم. مرسی. از بلاگرای چاس خوب هست خوب هست. همون شما خوب هستی. کلیپاتون نگاه میکنیم. همون شما لایی جان. لایی جان. دستتون در نکنم. قربونت. مرسی. 2 4 6 7 اینا بوده 500 50 50 550 یا جواد آقا سفید 4 تا اینا بوده 600 650 تو 700 تو 700 تو بگیر ابراهیم آقا سفید 4 850 چشم. دریای ها؟ بله دریایی. بذار من بیارمش بالا. نه زحمت نه. ماشاءالله. این چنده؟ چقدر بزرگه. این دریایی 4 کیلو 200 هم وزنه. قلاب که نگرفته که یا تور؟ نه تور گرفت. واه. تور. چند گفتی؟ قیمتش
بزرگ من نیدم. دست شما در نکن. ما هم که لذت برده باشیم. هوای خوب.